کابل شهری است با تاریخ کهن که قرارگاه پادشاهان و حاکمان زیادی بوده است. در گذشته حصار اطراف کابل را در بر می‌گرفت که تا هنوز آثار آن دیوارها باقی است. برای ورود به داخل شهر 6 دروازه وجود داشت که هر یک با اسامی خاص شناخته میشد. از جمله این دروازه ها میتوان از دروازه کندهاری دهمزنگ، دروازه سردار جهانخان، سپین دروازه در قسمت سلامخانه ارگ، دروازه پت در عقب مسجد عیدگاه، دروازه گذرگاه به سمت بالا حصار و دروازه لاهوری نام برد که تا هنوز بعضی از ریش سفیدان در خاطراتشان از آن یاد میکنند. مرکز حکمرانی پادشاه در بالا حصار قرار داشت. پیش از زمامداری عبدالرحمن خان برای سکونت شاه مکان مناسبی وجود نداشت. بالا حصار و ارگ شیرپور در جنگ‌های افغان و انگلیس آسیب دیده بود و قسمت‌هایی از آن سوخته بود. در زمان حکمرانی امیر شیرعلی خان کار ساخت قلعه شیرپور به دستور وی آغاز شده بود، اما حمله انگلیس‌ها به کابل در سال 1878 میلادی امیر به شهر مزار شریف رفت و کار ساخت و ساز ارگ ناتکمیل باقی ماند. زمانی که امیر عبدالرحمن خان از شمال به کابل آمد و قدرت را در دست گرفت، برای سکونت پادشاه مکان مناسبی وجود نداشت. عبدالرحمن خان شب نخست را در منزل قاضی عبدالله خان وردک که در ده افغانان کنونی موقعیت داشت سپری کرد. امیر عبدالرحمن خان در سال 1299 هجری قمری طرح ساخت ارگ را روی دست گرفت. در این زمان شاه به خاطر تنظیم امور نظامی به جلال آباد سفر کرد و چندی در جلال آباد ماند. امیر به پسر بزرگ خود نامه فرستاد و از وی خواست که در مشوره با مشاورین کار ساخت ارگ را در محل امروزی آغاز کند. سرانجام کار ساخت ارگ توسط تعدادی از معماران ماهر و ورزیده در سال 1300 هجری قمری آغاز شد. در ساحه‌ای که امروز ارگ قرار دارد قبلا آبادی وجود نداشت، بلکه یک دشت خاکی بود. در قسمت‌های از این ساحه مزرعه و باغ وجود داشت و در اطراف آن بیابان واقع شده بود. در ساحه ده افغانان فیلی یک بازار کوچک وجود داشت. محله وزیر محمد اکبر خان مینت دشت که بعدها در زمان قاضی امان الله خان نخستین میدان هوایی در آنجا تأسیس شد. همزمان با ساخت ارگ برخی تعمیرهای دیگر نیز اعمار شد. یکی بستانسرای نامیده میشد که در پارک زرنگار کنونی موقعیت داشت و امروز مزار امیر عبدالرحمن خان در آنجا موقعیت دارد. تعمیر دیگری که امیر عبدالرحمن خان در آنجا زندگی میکرد گلستان سرای نامیده میشد که در مقابل وزارت معارف و در محوطه امروز شاروالی کابل واقع شده است. این دو بنا در آن زمان مربوط به ارگ میشد. در حال حاضر برخی تأسیسات ارگ در نقشه شهری کابل امروز موجود نیست. بعضی از این تعمیرها از بین رفته است و برخی به شکل اصلی ترمیم شده و تا هنوز باقی است. در حال حاضر بعضی از این تعمیرها در داخل ارگ و بعضی دیگر در بیرون از محوطه ارگ قرار دارد. به عنوان نمونه قصر سورایی در وزارت خارجه قرار دارد و در قصر ناکباغ آرشیو ملی جابجا شده است. قصر زین الامارت به قصر صدارت کنونی نامگذاری شده است که از سوی نایب السلطنه نصرالله خان اعمار شده است. از لحاظ موقعیت ارگ در نقطه مرکزی شهر کابل واقع شده است. در قسمت شرق ده افغانان سمت شمال غرب محله مرادخانی موقعیت دارد. از مقابل ارگ جاده پشتونستانواد الا مکروریان ها جاده‌ای وجود دارد که در طرف دیگر آن وزارت معادن، اداره امور و وزارت دفاع ملی موقعیت دارد. در شمال شرق ارگ چهارراهی آریانا و در طرف دیگر آن هتل آریانا و اداره احصایی مرکزی موقعیت دارد. از سمت شمال جاده عمومی عبور کرده است و در آن سوی خیابان لیسه امانی و منازل مسکونی ساحه وزیر محمد اکبر خان واقع شده است. در غرب ارگ وزارت خارجه، سفارت چین و دفاتر سازمان ملل متحد موقعیت دارند. در نقطه جنوبی عزیزی سنتر و بناهای دیگر هست. نخستین ساختمان اعمار شده در داخل ارگ کوته باغچه نامیده می شود که کار ساخت آن در سال 1304 هجری قمری تکمیل شد. پس از آن چندین تعمیر دیگر نیز اعمار شد. به طور مثال تعمیر ارگ، قصر سلامخانه، گنبد نقاره‌خانه، بازار ارگ کوتوالی، قرارگاه شاهی، حمام شاهی، دفتر مستفی الممالک و قصر سلامخانه.
پس از حبیب الله خان که ارگ ریاست جمهوری را اعمار کرد، تاکنون این سازه تاریخی شاهان و رئیس جمهورای زیادی در خود دیده است. شاهانی از قبیل امان الله خان، حبیب الله کلکانی، محمد نادر شاه، محمد ظاهر شاه دوران شاهی خود را در این قصر گذراندند و پس از آن دوران ریاست جمهوری افغانستان نیز با حضور داوود خان در این قصر آغاز شد و پس از آن نور محمد ترکی، حفیظ الله امین، ببرک کارمل، دکتر نجیب الله، صبغت الله مجددی، برهان الدین ربانی، حامد کرزی و اشرف غنی احمدزی نیز از همین ارگ به اداره زمام کشور پرداختند. پس از رژیم طالبان که ارگ ریاست جمهوری دستخوش تغییرات زیادی شده بود، در آغاز حکومت حامد کرزی نوسازی شد. تعمیر و نوسازی قصر سنگی در 2 منزل به صورت مدرن و جدید بنا شد که از نظر وسعت و بنا این قصر ساختمان شورای امنیت را به برج شمال شرقی ارگ وصل می‌نماید. هرچند در ابتدای بازسازی ریاست جمهوری از اولویت‌های کاری کرزی نبود و به این تصور بود که بازسازی ارگ باید در خاتمه بازسازی افغانستان انجام پذیرد، اما ویرانی این ارگ تاریخی کار کارمندان ریاست جمهوری را به مشکل مواجه کرده بود و همچنان نبود مکان مناسب برای پذیرایی از مهمانان بلندپایه خارجی تصمیم بر این شد که کار بازسازی ارگ را زودتر از وقت آغاز کنند. در حال حاضر ارگ ریاست جمهوری به یک مکان نسبتاً خوبه برای پذیرایی از مهمانان و انجام مراسم تشریفاتی مبدل شده است، هرچند در مقایسه با دیگر کشورها هنوز کمبودی‌هایی نیز دارد.